با سلام، عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان و هنرمندان عزیز. مستر دوتار هستم و دوست دارم تمام آهنگ‌ها و آموزش‌هایی رو که یاد میگیرم به رایگان در اختیار شما عزیزان قرار بدم تا کسانی که به این ساز، به این موسیقی علاقه دارند بتونن به راحتی این ساز رو یاد بگیرند و استفاده کنند. و تنها درخواستی که از شما عزیزان دارم اینه که با لایک و کامنت و سابسکرایب بنده رو حمایت کنید تا بتونم آموزش‌های بیشتری رو و آهنگ‌های بیشتری رو یاد بگیرم و با شما عزیزان به اشتراک بذارم. خب میریم که شروع کنیم. آهنگ دوم، آهنگ نازنین یار. خب دوستان، آهنگ نازنین یار، آکورد آهنگ نازنین یار به این صورته که یه دونه آزاد میزنیم، 5 رو میگیریم، یه رفت و برگشت و آزاد 2 تا رفت یه برگشت. این میشه آکوردش. 3 بار ما این آکورد رو اول میزنیم، بعد میایم خط 1 رو شروع میکنیم. 3 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 رو میگیریم، یه رفت یه برگشت، 7 رو میگیریم، 2 تا رفت، این ویرگولی که وسط گذاشتم یعنی مکس خیلی کوچیک، 2 تا رفت برگشت. 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، روی 8 یه اشاره کوچیک میکنیم که اینو من بعد با ساز خدمت شما عزیزان توضیح میدم. در جلسه قبلم تز نوشتم، یعنی این باید خیلی سریع زده بشه. 7 رفت، 5 برگشت، اینو باید خیلی سریع اجرا کنید. دوباره 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 رو کی که اینجا نوشتم یعنی انگشت کمکی، انگشت کمکی یعنی انگشت اشاره. 5 رو با انگشت کمکی میگیریم، یه رفت یه برگشت، یه رفت آزاد میزنیم، بعد میایم 8 و 9 و 10 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، 2 تا رفت یه مکس کوچولو برگشت. دوباره 7 یه رفت میزنیم، 5 رو با انگشت کمکی میگیریم، رفت و برگشت. 7 رو میگیریم، 2 تا رفت و برگشت. خب خط بعدیمون اینجوریه که 7 و 8 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، روی 7 یه رفت و برگشت، روی 7 یه رفت، روی 8 یه رفت، روی 5 با انگشت کمکی برگشت و دوباره 7 رو میگیریم، یه رفت و 5 رفت 3 برگشت. اینو داخل پرانتز خیلی سریع، 5 و 3 باید خیلی سریع زده بشه. و 5 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 3 رو با انگشت کمکی میگیریم، رفت برگشت آزاد یه رفت میزنیم، 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت 5 برگشت. دوباره 5 و 6 و 7 یه رفت میزنیم، روی 5 یه رفت میزنیم، رو 5 و 6 و 7 یه برگشت. 3 رو میگیریم، رفت و برگشت، 1 رفت آزاد رفت و برگشت. این قسمت باید 2 بار زده بشه. آزاد یه رفت میزنیم، 5 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 رفت برگشت، 3 رفت و برگشت، رفت 5 رفت برگشت، 3 دوباره با انگشت کمکی رفت 5 یه رفت و برگشت. بعد 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 رفت برگشت، 3 رفت برگشت، 1 رفت و آزاد رفت و برگشت. 2 بار زده بشه. بعد آزاد یه رفت میزنیم، 8 رفت 7 برگشت با انگشت کمکی، 8 2 تا رفت میزنیم، روی 7 یه برگشت با انگشت کمکی، روی 8 یه رفت میزنیم، روی 7 با انگشت کمکی میگیریم، یه رفت و برگشت، روی 8 یه رفت، 8 و 9 و 10 رو میگیریم، رفت برگشت. دوباره 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 رفت 3 برگشت، داخل پرانتز میشه خیلی سریع. 3 رو با انگشت کمکی میگیریم، 5 رفت 3 رفت، 1 با انگشت کمکی برگشت، دوباره یه رفت میزنیم، آزاد رفت و برگشت، 2 تا رفت برگشت. توجه کنید دوستان، ما برای گرفتن سیمگیری تو جلسه قبلی قشنگ توضیح دادم و یک کلیپ قبلی رو زحمت بکشین نگاه کنین. ما بیشتر با انگشت میانه و با انگشت حلقه سیما رو میگیریم. انگشت کمکی میشه انگشت اشاره، انگشت کوچیک هم که دیگه انگشت کوچیکه. خب میریم که شروع کنیم آموزش همراه با ساز و آهنگ نازنین یار. خب دوستان عزیز، میریم که اجرا کنیم آهنگ نازنین یار. اول من یه بار آهنگ رو اجرا میکنم کاملش رو خدمت شما، بعد نوت به نوت با هم میریم که تا پنجه زنیش رو شما یاد بگیرید.
دوستان این آهنگ کاملش هست و انشاءالله که بتونید اینو تمرین کنید تا بتونید خیلی بهتر از این صدای سازو در بیارید. خب میریم آکورد اول. آکورد اولمون آهنگ نازنین یار به این صورتی که اول یه دونه آزاد میزنیم، 5 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، دوباره 2 تا رفت ویگو برگشت. بس به این صورت. این شد آکورد آهنگ نازنین یار. خب خط اولمون به این صورت 3 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، سرش میدیم روی 5، یه رفت و برگشت، سرش میدیم روی 7، 2 تا رفت یه برگشت با انگشت میانه، 2 تا رفت یه برگشت، دوباره روی همون 7 یه رفت میزنیم، یه اشاره روی 8 میکنیم، همونطور که تو نوت‌ها بهتون توضیح دادم. یه رفت میزنیم، یه اشاره اینجا میکنیم به این صورت، دوباره 7 یه رفت رو 5 برگشت. این داخل پرانتز که خیلی سریع بود به این صورت. خب 7 رو میگیریم، دوباره یه رفت میزنیم روی 5 با انگشت کمکی یا ما انگشت اشاره میگیریم، یه رفت یه برگشت، یه آزاد میزنیم، دوباره 8 و 9 و 10 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، 2 تا رفت برگشت، اون ویرگولی که گفتم، یه رفت و برگشت، 2 تا رفت برگشت، دوباره 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم روی 5، یه رفت و برگشت با انگشت کمکی، دوباره روی 7 2 تا رفت یه برگشت، 7 و 8 رو با هم میگیریم، یه رفت میزنیم، دوباره روی 7 یه رفت و برگشت، دوباره روی 7 یه رفت، روی 8 یه رفت، روی 5 با انگشت کمکی برگشت، دوباره 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، 5 و 3 یه رفت و برگشت سریع رو 5 رفت و 3 برگشت. بعد دوباره 5 رو میگیریم، یه رفت روی 3 با انگشت کمکی، یه رفت برگشت، آزاد یه رفت میزنیم، 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم روی 5 برگشت. این هم خیلی سریع داخل پرانتز نوشته شده به این صورت. دوباره 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت میزنیم روی 5 یه رفت میزنیم روی 5 و 6 و 7 یه برگشت و سرش میدیم بیاریم بالا، روی 3 یه رفت و برگشت، روی 1 یه رفت و آزاد، یه رفت یه برگشت. این تیکه هم باید 2 بار بزنیم. بعدش میایم دوباره یه دونه آزاد میزنیم، 5 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت، دوباره روی 5 یه رفت یه برگشت. اینو که میگم یه رفت یه برگشت مکس بینش اون ویرگول است. دوباره با انگشت کمکی 3 رو میگیریم، یه رفت یه برگشت رفت، یه رفت ویرگول رفت برگشت رفت، دوباره 5 رو میگیریم، یه رفت یه برگشت، 3 با انگشت کمکی یه رفت، 5 رو میگیریم، یه رفت و برگشت، 5 و 6 و 7 رو میگیریم، یه رفت روی 5 رفت برگشت، روی 3 رفت و برگشت، روی 1 رفت و آزاد رفت و برگشت. توجه کنید انگشتاتون رو باید سر بدین روی سیم تا بتونید راحت این آهنگ رو بزنید. این تیکه هم 2 بار زده میشه، دوباره یه آزاد میزنیم، میایم 8 و 7 داخل پرانتز نوشته شده، روی 8 یه رفت، روی 7 یه برگشت خیلی سریع، انگشت میانه و انگشت اشاره به این صورت. پس شد یه آزاد میزنیم، دوباره روی 8 2 تا رفت، روی 7 با انگشت کمکی برگشت، دوباره روی 8 یه رفت، روی 7 رفت برگشت، روی 8 یه رفت، 8 و 9 رو میگیریم رفت برگشت، دوباره میایم روی 7 یه رفت میزنیم، روی 5 و 3 یه رفت و برگشت سریع به این صورت. دوباره 5 رو میگیریم، یه رفت میزنیم، سرش میدیم بالا، روی 3 یه رفت، روی 1 یه برگشت و روی 1 یه آزاد رفت میزنیم، یه رفت میزنیم و آزاد رفت و برگشت، یه تا رفت برگشت. خب این شد نوت‌های آهنگ نازنین یار. حالا من یه بار دیگه هم خدمت شما دوستان عزیز این آهنگ رو اجرا میکنم به صورت خیلی آهسته تا بتونید قشنگ یاد بگیرید و لذت ببرید.
انشاءالله که بتونید خیلی خوب تمرین کنید، یاد بگیرید، بزنید، در کنار خانواده خودتون لذت ببرید و با انشاءالله که بتونید بالا کامنت سابسکرایب بنده رو حمایت کنید تا منم انرژی بگیرم، بتونم آهنگای بیشتر و آموزش‌های بیشتری رو یاد بگیرم و خدمت شما دوستان عزیز به اشتراک بذارم. با تشکر، ممنون که من و خانواده منو حمایت می‌کنید. خدا نگهدار.